میگه یه یارو زن میگیره، بعد شب اول که میشه اول میره وان هموم پر آب و صابون میکنه و کف میکنه. بعد خانمشو قبل از اینکه ببره تو هجله میگه برو تو این وان بشین و بیا. زنم بنده خدا میره تو وان میشیره و خودشو میشوره و میاد. و بعد باز روز دوم که میشه باز همین داستان رو سر زنه پیاده میکنه. بعد یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز این داستان رو این مرده ادامه میده. یه دفعه زنه شاکی میشه، میره به مادر شوهرش میگه که مامان. میگه چیه؟ میگه این پسر تو از همون شب اول هر دفعه که ما میخوام بریم بخوابیم این اول منو میبره تو وان حموم، آب و صابون درست میکنه و میشوره و بعد میبره تو حموم. من که آدم کثیفی نیستم که این چرا اینجوری فکر میکنه؟ میگه نه عزیز من، اون آپاراتی داره تا آب و کف نباشه سوراخ پیدا نمیکنه.